سلام درود خدمت دوستان عزیز. بنده سردار هستم. با یه آموزش خیلی ناب اومدم خدمتتون که مثلا بهتر کنید مخصوص بازی نبرد امپراتوری یا کلاش آف امپایر. خب داستان از چه قراره؟ ما میخوایم بهتون یاد بدیم که یه فارمر خودکار داشته باشین، یعنی که هر سری نرین اکانت لاگین کنی با گوشیاتون، بدین حواستون به فارماتون باشه، هی بخوام برین شیت بزنین، بعد یادتون میره شیت بزنین و اینکه منابع رو میزنن و جمع‌آوری نمیرسیم بزنیم. خب برای این کار ما یک سیستم خونگی نیاز داریم، یک کامپیوتر، یک لپتاپ که شبیه ساز اندروید روش اجرا بشه. خب و عرضم به حضورتون که حداقل یه سیستم مناسب باشه دیگه، لگ نزنه، اذیتتون نکنه دیگه. حالا ما شبیه سازی که داریم ازش استفاده میکنیم بلو استکس، شما میتونید شبیه ساز دیگه هم استفاده کنیم، ولی من با بلو استکس کار میکنم. وقتی این بلو استکس رو نصب کردین که از سایت های معتبر میشین دانلود کنید، 600 مگابایت بودن حجمش، میارین داخلش و عرضم به حضورتون حالا یه محیط اندرویدی بهتون میده مثل من که میتونید حالا تو کرومش این ور بازار رو سرچ کنید، دانلود کنید، نصب کنید و نبرد امپراتوری توش نصب کنید. خب با این طرفا شما میتونید جمع‌آوری بزنید، شیلد کنید و اهدا بزنید. حالا خلاقیت داشته باشه شاید چند تا کار دیگه هم بشه انجام داد، ولی این چند تا کار رو 100% بدون هیچ موردی میشه انجام داد. برای این کار کافیه که حالا نصبش کردیم بریم قسمت سمت راست، یه ماکرو منیجر داره که همون قسمت رکورده، یعنی این کار میکنه که هر کاری که شما کردین رو رکورد میکنه و اونو بعداً تکرار میکنه. یعنی تو این قسمت رکورد رو فعال میکنید، نبرد امپراتوری اجرا میکنید. بعضی از جای ویدیو ممکن من که سرعت ویدیو رو برم بالا که وقتمون تلف نشه و یه ویدیو ترتمیزتر در بیاد. خب اکانتمون که بالا اومد، حالا ما فقط میخوایم جمع‌آوری انجام بدیم. شما میتونید هر کدوم جدا جدا بزنید یا همه رو با هم انجام بدیم. میرین قسمت پادشاهی، خب جستجو رو میزنید. حالا من گندم میخوام جمع‌آوری بزنم، شما هر منابعی که بخواین رو باید یه بار بگیریم، مثلا برای گندم یک بار، برای چوب یک بار، آهن، نقره نه باید یه آموزش جداگونه بگیری و یه ویدیو جدا. چرا؟ چون اینه که اجرا میکنه فقط مخصوص گندم که داره انجام میدن. جستجو رو میزنیم، خب منابعی که میخوایم رو میزنیم جمع‌آوری، دوباره همین کارو میکنیم، دوباره همین. خب من 3 تا جمع‌آوری زدم دیگه، کاری به بازی ندارم و اینکه کارم اینجا تموم شده. میام چیکار میکنیم؟ بازی از سمت راست با یه دکمه بک میبندیمش و این بالا اسکرین رکوردمون هم که قطع کردیم تموم شد. خب الان آموزش ما شد این. برای اینکه تست کنیم سالم یا نه باید بریم دوباره داخل بازی، من لشکرهایی که فرستادم جمع‌آوری رو برگشت بزنم و خودکار بزنم که خودش دوباره این کار رو انجام بده. خب ما میریم پادشاهی، جمع‌آوری که فرستادیم و یه فراخوان اضطراری میزنیم برگرد. خب بازی رو دوباره میبندیم، تایید. خب من اینجا رکوردم دوباره فعال میکنم، خب اجرا میزنیم. این قبلش تنظیمات داره، شما میتونید اینجا تعیین کنید که آقا این کار رو هر 800 یک بار مثلا انجام بده. بعد این اجرا میکنی، خودکار موس رو گوشه شما ببینید که اصلا کار با موس ندارن، خودش انجام میشه همه چی. سعی کنید، حالا من یه مقدار سر ویدیو عجله کردم، شما یک مقدار روند کنتر انجام بدین که یه وقت نتتون کم و زیاد شد، ضعیف شد، قوی شد، زود مراحل انجام نده که به مشکل بر بخوره. خب اینجا الان باید خودکار شروع کنه، بره پادشاهی و جمع‌آوری رو بزنه و بازی بیاد بیرون. خب سر پادشاهی موس من همچنین بالاست، من کاری با موس هم ندارم، دارم میشه کار خودکار داره انجام میشه. مکس دیگه نداشتم، مکس هم میکنیشون توضیح میدادم. جستجوش زد، یه مقدار کنتر انجام بدین که به مشکل بر نخورین. یه وقت دیر جستجو کنید دیر بالا بیاد.
تداخل پیدا کنه کارتون و اینجا هم بازی رو ببند و کارش نداشته باشیم. خب یه توضیحات اضافه است، دوباره این کار رو تکرار میکنه. الان روی 800 باید تنظیمش کنید که تکرار نکنه مطابق. خب برای این کار ارزم به حضورتون که حالا میگه یه اکانت بوده، چجوری چند تا اکانتش کنیم؟ شما که وقتی این کار رو انجام میدین جمع‌آوریتون رو میفرستین، مثلا میری تو اکانتتون یا هر 800 یه بار بیا اهدا بزن جمع‌آوری کن، میری تو اهداتو میزنی برمیگردی جمع‌آوریاتو میفرستی و سویچ اکانت انجام میدی، پروفایلت میزنی تنظیمات، حساب کاربری، تغییر حساب کاربری و اونجا از طریق حالا لیمو اکانت یا هر چیزی که کانکتی بیشتر لیمو بیاری بهتره، یوزر پسوردتو میزنی و همون حتی اون فیلم میگیره، اوکی مشکلی نداره، اونم ربات وارد میکنه سویچ میکنه. ممکن این فرایند یه نیم ساعتی 40 دقیقه وقتتو بگیره که با منظم این رو با راحتی انجام بدی و اولین رکوردش کنه. بعد بزنی سر تایم که آقا من میخوام این داستان هر چند ساعت یک بار تکرار شه. این قسمت بود دیگه. بله متاسفانه در حین ویدیو متوجه شدم که این قسمت تنظیماتش نمیاره، ولی همون قسمت ماکرو رو که بزنی که کلیک کردم تنظیماتشون برات بالا میاد. کلا تنظیمات ستینگش از هر کاری بخواید کنی چند بار این تکرار بشه، هر چند وقت یک بار تکرار بشه. بعد ارزم به حضورتون که این تورد اکانتات میشه، جمع‌آوری میزنه، سویچ اکانت میکنه تک تکشو و تمام فرمات هم جمع‌آوری بعد میزنه و همه کارش هم میکنه. ولی فقط برای شیلد باید یه رکورد جداگونه بگیری و اینکه تایمش سر 24 ساعت یک بار بزنی که فر 24 ساعت یک بار تداخلم با اون تایم قبلیت نکنه، مثلا 3 تا 8 ساعته زدی میشه 24 ساعته، اونو که کم و زیاد کنی با 24 ساعت این تداخل نداشته باشه، این کارا اینو کرده باشه اومده باشه بیرون، اونو که فعال کردی هر 24 ساعت یک بار بیاد برای شیلد بزنه سر تایم. حالا 24 ساعت هر 20 ساعت دیگه 23 یک بار مهم نیست اون تایمش زیاد. این کار انجام بده فقط با این تداخل پیدا نکنه که کار این تموم شده باشه و به شیلدتو برات بزنه که حالا منابعتو ندوزن از این حرفا. به همین راحتی شما میتونید یه اوتو فارمر داشته باشین و دیگه از شر هرچی فارم راحت بشین و خودکار جمع‌آوریتون رو بزنید و صفا کنید. امیدوارم که از این آموزش بهره لازم برده باشین. فقط یه چیزی که مهم است اینجا که من یادم رفته بود بگم، کامپیوترتون نباید اصلا خاموش باشه یا لپتاپتون که این کار رو بیاد براتون انجام بده. یعنی همیشه باید تو بل استکس باشه، اجراش کرده باشین، کامپیوتر روشن باشه، ویندوزتون حالت خواب نداشته باشه یا خاموش شدن، بذاری 24 ساعته روشن باشه که این کار باید انجام بده. یه کامپیوتر خوب یا یه لپتاپ خوب داشته باشین، کار انجام دادم فشار به سیستمت هم نمیاره. یا علی خدا نگهدار.